خمینی کیست صحبت خواهیم نمود. امروز وقتی که شما کمی به جانب رافضه نظر میکنید میبینید که اسم به نام خمینی به نهایت در زبانهای رافضه میچرخد. رسم خمینی در همه جایهای اونها وجود دارد و خمینی را همچون یک مقدسترین انسان میشمارند و همین خمینی مؤسس دولت اثناعشری رافضی ایرانی هست. به همین خاطر من به فضل الله خواستم که مختصراً تاریخ خمینی را برای جوانان اهل سنت و الجماعت تاجیک برسانم تا که بدانند که این خمینی که رافضه ها همچون اولیا و همچون امام و فقیه و نائب امام مهدی میشمارند در اصل کی هست. بارک الله فیکم. امام اصلا به کسی گفته می شود که در راه حق باشد، پیشوای مسلمان ها باشد، اما این خمینی لعین از جانب شیطان امام برای رافضگان است، امام الشیطان. نام خمینی را امروزه شیعه ها میگویند و اینچنین خود خمینی بعد از تغییر دادن نام اصلیش گفته است که نامش روح الله پسر مصطفی پسر احمد موسوی خمینی هست، که البته این باطل است و این دروغ است. برعکس نام خمینی این نام هندی داشت که نامش را حذف کرد. نام پدرش هندی بود که نام پدرش را هم حذف کرد و نابود کرد. نامش بسندیده بود، فیروز بسندیده این یک نام هندی. پسری سینکا بود، سینکا این پدرش. و اصل خمینی نه از ایران نه فارسی بلکه هندی و از کشمیر بود و پدرش سال 1800 نیمه 800 بابایش به عراق می آید و از عراق به ایران و در جنوب و غربی ایران در یک طرف شهر حاضره تهران خمین گفتنی مکان جایگیر می شود و در همون جا یک طرف اطراف تهران خمینی هندی در سال 1902 تولد می شود و چخیلی که بیان کردیم سال تولدش 1902 میلادی است و سال مرگش الله خارش کند 1989 میلادی است. پس همین خمینی اصلش فارسی نبود بلکه اصلش از هندوس های سیخی کشمیری بود. سیخی یعنی بت پرستان هندوس، یک شاخه دینشان سیخیه هست، نام این دین سیخیه هست و خمینی پدر خمینی از همین سیخیه بود. وقتی که به خمین می آید یعنی وقتی که به تهران می آید، در تهران یکی از علمای شیعه را می بیند، پدری خمینی علمای شیعه را می بیند که مردم احترامش می کنند، مردم به وی پول مال می دهند، در حالتی که خودشان قمبغلند باز پول مال می دهند، که نامش موسوی بود. به خدمت همین موسوی می پردازد. پدر خمینی خدمتگار شیعه می شود و بعد از این که این شیعه می میرد خودش را همچون شاگرد اون اعتراف می کند و مال مردم را ظالمانه و باطل می خورد و به خودش یک سله سیاه می گیرد. و بعد از این البته وقتی که خمینی به این مقامی گویا بزرگش می رسد، بعد از این می بیند که
باید هندی بودنش معلوم نگردد، نام خودش را عوض میکند، میگوید نام من روح الله است و پدر من سینکا، یعنی سینکا نام هندی بود، سینکا نیست، میگوید پدر من احمد است و خودش را هندی نمیگوید بلکه میگوید من خمینی موسوی هستم. موسوی نسبت به پدرش نیست، بلکه این ملعون خودش را نسبت به همون شیعه که در حالت پدرش آمدن به پدرش نام میداد، یعنی خودش را نسبت به یکی از شیعه های ایرانی میکند، خودش را به پدرش نمیکند. حالا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن هر کسی که خودش را به غیر پدرش نسبت میدهد الله لعنتش کند، یعنی لعنت شده است کسی که خود را به غیر پدرش نسبت میدهد. پس خمینی هم از جمله همون ها هست. و حتی خمینی یک برادری داشت که بسندیده آیت الله بسندیده فرزند سینکا بود و این برادرش رو خمینی بعد از این که به مقام این شیعگیش رسیدن، به مقام بالای شیعگیش رسیدن، بینیاد برادرش رو مجبور میکند و چندین بار به اون میفرماید که نامش رو باید دیگر بکند تا که مردم نفهمند که اینو هندوس هست. اما برادرش این سخنش رو قبول نمی کند و این سبب می شود که خمینی برادر خود را حبس می کند و در حبس بالاخره به قتل می رساند تا که هندوس بودن اینها معلوم نگردد. پس اصل خمینی و نسبش این هندی هست، هندی بودیست که از قسم سیخیه به وجود آمده است، قسم سیخیه. پس بارک الله فیکم، این بود نام و نسب خمینی. و همین خمینی لعین الله لعنتش کند خود را همچون یک امام بزرگترین شیعه می حسابد و به نهایت سخنهای کفریات و شرکیات و عملهای باطل را در دین رافضه به وجود آورده است. البته خمینی در ایران بود و در حالت در ایران بودنش نظام دولتداری ایران نظام شاهیگری بود و بعد از اینکه مخالفت به این شاه میکند از ایران به عراق میگریزد و از عراق به فرانسه و از فرانسه تا سال 1979 دیگر باز نمیگردد. اولین باری که از فرانسه به ایران می آید این سال 1979 هست که البته با همین معلوم می شود که ساختار دولت ایران از طرف یهود است و از طرف البته امریکا و اروپا است و خود فرانسوی ها خمینی را به ایران می آرند و می گذارند. و البته این خمینی لعین اولین کاری که بعد از آمدن بر روی حکومت می کند علمای اهل سنت و جماعت را قتل عام می کند. قتل عام علمای اهل سنت و جماعت می کند و به نهایت در کتابهایش سخنهای صریح گفته است که کشتن اهل سنت و جماعت حلال است، خون مالش اولادش حلال است، باید گرفته شود و از این نمودی سخنها. و خودش را امام مسلمین، نه فقط امام شیعه، امام تمام مسلمین روی دنیا اعلام میکند در حالتی که یک بار هم حج نکرده است. امام مسلمین با این همه عمری درازش یک بار هم حج نکرده است. و البته این امام شیطان است و امام فتنه است و یکی از کسانی است که یهود برای فتنه کردن در بین مسلمان ها و برای غارت مسلمان ها و برای شکست مسلمان ها این را به ایران جای دادند. و همین خمینی لعین بود که فتوا برای کشتن مسلمان ها اهل سنت در حج می دهد. بارک الله فیکم. پس رافضه ها هم امام خمینی را به درجه بینهایت بالا برده است و این خمینی لعین امام شیطان
صراحتا سخن میکند و میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در رسانیدن دین موفق نشده اند. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دین را رسانیده نتونستند. و این سخن این لعین در کتاب مختارات و خطابات امام خمینی صفحه 42 ذکر شده است. الله لعنتش کند. و این چنین در کتاب کشف الاسرار این امام شیطان لعین الرجیم ذکر میکند و میگوید که البته تعلیماتی که ائمه داده اند از تعلیمات قرآن کم نیست و برابر است. یعنی سخنهای امامهای دوازدگان مثل سخنهای قرآن الله است. اعوذ بالله من ذلک. و به امامهایش صفت الوهیه میتید، خیلی که در کتاب حکومت اسلامی صفحه 312 آمده است. و این چونین علی رضی الله عنه را همین خمینی اله و معبود نامیده است، یعنی خدا نامیده است. و همین خمینی لعین در کتابش طهارت در باب نجاست ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و این چنین عایشه رضی الله عنها را از سگ و خوک نجاست تر می داند. اعوذ بالله من ذلک. البته همه این سخنهای کفری و شرکی هست. و در کتاب کشف الاسرار آشکار در صفحه 30 ذکر میکند که از قبرها طلب نمودن فایده یا که نابود شدن ضرر یا که سجده کردن به قبرها این یگان شرکی نیست. البته این مذهب رافضه و دین رافضه همین است. دین رافضه به جای توحید شرک را مانده است. توحید وجود ندارد. بارک الله فیکم. پس امین خمینی لعین بود و کتابهایش پر از مزخرفات، پر از شرکیات، پر از کفریات هست که پیدا کننده دولت ایرانی شیعگی حاضره امین خمینی لعین بود و خودش در 10 سال اول از سال 1979 تا سال 1989 راهبری بزرگ این دولت را به مسئولیت داشت. و البته نقشه اساسی خمینی این نابود کردن اهل سنت در جماعت، شکست دادن اهل سنت در جماعت و نابود کردن علمای اهل سنت و جماعت بود. چگونه که از کتابهایش و از عملهایش همه این گفته های ما تصدیق می شود. پس بارک الله فیکم. به مختصری شدید به شما میگم که خمینی اصلا فارس نبود، خمینی هندوس بود. و این چی تعلق به این بدی خمینی دارد؟ بدی خمینی این است که حتی این بیرقی که امروز خمینی برای دولت ایران ساخته است از همون دین هندوسی سیخیه گرفته شده است. لفظ جلاله الله گویا که به بیرق ایران الله نوشته شده، در حالتی که میبینید که علامتی حاضره بودیستای سیخی هم مثل همین علامت است. بارک الله فیکم. پس همین خمینی هست که رافضه ها با همین خمینی فخر میکنند و همین انسان لعین است که همین را امام خود میدانند. سبحان الله. پس برادران و خواهران موحدم دانید که این یک لشکر شیطان بیش نیست و یک کافر بیش نیست و باید بدانید که این کافر است و همین امام خمینی لواطه کردن مرد با مرد را اجازت میدهد و همین امام خمینی که رافضه میگد لعنت الله علیه از عقب زن به دبور زن جمع کردن را یا که خب هم بستری کردن را اجازت میدهد و همین لعین خمینی به کودک رضیع، به کودکی که شیرمک است استمتاع کردن و به فخذ اون بین سانی پای اون کاری یا که خالی کردن شهوت خود را جایز می داند. و البته این دینی رافضه است و این سخنی همین خمینی لعین است و به نهایت بغض و عداوتش در حقیقت نسبت
صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیاد است. به خاطر همین تمام صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بجز 3-4 نفر را کافر و مرتد میشناسد و طعنه به حضرت مادرمان عایشه رضی الله عنها میزند و نقشه های شدیدی برای مسلمان ها را به فتنه انداختن و مسلمان ها را شیعه کردن نقشه شدید کشیده است. بارک الله فیکم. پس بعد از این همه گفته های مختصر و معلومات به نهایت مختصر، به شما معلوم گردید که خمینی که رافضه ها امروز رسمهاش رو به همه جا میزنند، ولایت فقیه میدانند، این یک خائن کشنده مسلمان ها است و همین خمینی لعین خودش را جانشین مهدی و در بعض جاها خودش را مهدی هم گفته است و خودش را نماینده مهدی در روی زمین میداند. همین خمینی خودش را نماینده مهدی در زمین میداند و همین خمینی در کتابش گفته است، حکومت الاسلامیه و در دیگر کتابهایش، که مهدی که در آخر الزمان می آید، یعنی مهدی رافضه ها، نه مهدی اهل سنت و جماعت مسلمان ها، نه مهدی مسلمانان، بلکه مهدی رافضه ها می آید، از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم موفق تر است. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم موفق به دعوتشان نشدند و مهدی از رسول الله بیشتر است میگد. و همین خمینی لعین میگوید که عالم های شیعی رافضه از موسی و عیسی و نوح و ابراهیم از اینها دیده افضل هستند، از اینها دیده افضل تر هستند. پس چگونه می شود که همین لعین را امام گفت؟ چگونه می شود که همین لعین را پیشوا قبول کرد؟ چگونه می شود که این را همچون یک غمخواری امت اسلام گفت؟ و به بسا تعجب میکنم از حال همان تاجیکانی که این قبیح هندوس را و این مشرکی کافر شیطان را امام خود گرفتند، پیروش شدند، دینش را می آموزند و البته در حقیقت این شرمندگی است، خواری و زاری است در این دنیا و آخرت. پس این ملت تاجیک بشناسید که دشمن اسلام کیست. در حقیقت یهود است و نصاراست و فرزندان یهود که این خمینی و هم مسلکان و این دولت ساخته‌اش است. پس حکمش چیست؟ حکم خمینی این کافر است. خمینی کافر است. بعضی ها گفتند که مرتد بود و بعضی ها گفتند که کافر اصل بود. در دو حالت هم این کافر است. خمینی را کسی که مسلمان میگوید دیده و دانسته خمینی را کسی که مسلمان میگوید، این کفریاتش را فهمیده کسی که خمینی را مسلمان میداند، این همه دشمنی اسلام را که خمینی کرده است دیده و دانسته خمینی را مسلمان میداند، این انسان کافر است. برای من علمای اهل سنت و جماعت میگن چخیلی که محمد ابن عبدالوهاب گفتند و علمای دارالنجد گفتند که هر کسی که یک انسان دیگر را کفرش را میبیند و در کفر انجام دادن همون انسان هیچ شک و شبهه ندارد و میداند که همون انسان کفر را انجام داده مثل خمینی دیده و دانسته انجام داده است و بعد از این همون کافر را کافر نمیگرد، کافر میگردد. یعنی کسی که از اهل سنت و جماعت خمینی را دیده و دانسته، فهمیده، کتاباش را دانسته که این همه معلومات ها رسیده است، باز کافر نمیداند، کافر است. برای اون که کسی که کافر را کافر ندارد کافر میشود. پس خمینی مشرک و کافر است و به این هیچ شک و هیچ شبهه وجود ندارد. بارک الله فیکم. پس این با مختصر شدید شناخت خمینی بود و همین خمینی ناگفته نماند که چندین شرمندگی ها را خودش دیده است. اولا یگان مراتبه حج نکرده است، دوما نام خودش را تغییر داده است، سوما برادر خودش را کشته است، چهارما در حالت مرگش بعد از کفن کردن کفنش لوچ شده است، یعنی از کفن بیرون شده است و به زمین چندین بار غلطیده است. و خودی همین خمینی در کتابش نوشته است هر کسی که بعد از مرگش از کفن بیرون می شود
یا کفن از جسمش بیرون کرده می شود پیش از به قبر ماندن، این علامتی دوزخی بودنش و از اهل جهنم بودن همون انسان را میکند. این سخن خود خمینی است و خمینی پیش از مرگش به همین سخنش گرفتار شده است. یعنی بعد از مرگش، پیش از دفنش، پیش از به قبر گرانیدنش، اینقدر شاگردانش کفنش را سخت میگیرند که در آخر لوچ میماند و کفنش پاره پاره میشود. و فتوای خمینی خودش گفته بود که کسی که در کفن لوچ شود، یعنی از کفن بیرون کرده شود یا کفن از وی کنده شود، دوزخی هست. اعوذ بالله من ذلک. پس این بود خمینی و این بود دولتش و این بود سیاستش. بارک الله فیکم.